یکی از بهترین و پرفروشترین فیلم‌های هندی سال 2022 که مورد استقبال میلیون‌ها نفر در سراسر جهان قرار گرفت، سینمایی KGF بود که طرفداران سینمای هندوستان بعد از تماشا کردن قسمت اول و دوم بی‌صبرانه منتظر قسمت سوم هستند و خبری خوبی که برای طرفداران یاش بازیگر KGF وجود دارد. بالاخره پروژه ساخت قسمت سوم با هزینه میلیون‌ها دلار آغاز شد. و داستان‌هایی که در مورد قسمت سوم وجود دارد، راکی توسط زیردریایی از دست ارتش هندوستان فرار می‌کند و در یک مکان جدید برای خودش یک امپراتوری قدرتمند تشکیل می‌دهد که باید در برابر دولت و ارتش مبارزه کند. راکی! و بر اساس داده‌های موجود پروژه ساخت قسمت سوم 2 سال زمان را در بر می‌گیرد و تاریخی که برای قسمت سوم در نظر گرفته شده اواخر سال 2024 است.